چارلز بوکوفسکی جمله‌ای داره، من خیلی اینو دوست دارم. میگه که خب یه واقع بینی عجیبی داره بوکوفسکی دیگه. میگه ما همه خواهیم مرد، همه ما. عجب سیرکی، همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. میدونید تجربه اون وجه آسیب پذیرمون یه کاری میکنه، انگار یه کانالی میزنه بین ما و همه آدم‌های دیگر در برهوت. میدونید ما تو برنامه خودشیفتگی در مورد این مفهوم صحبت کردیم که آدم‌های خودشیفته شاید خیلی قوی و خیلی مثلا متحور به نظر میرسن، اما گفتیم ریشه رفتارهای خودشیفتهشون، ریشه افراطشون در دوست داشتن خودشون از شرمی بنیادینه که حل نشده. در واقع کودکی درون اونها شرمگین شده و چون نتونسته این زخم رو داستان کنه، بگه و التیام بده، مثل هودور گیر افتاده در واقع توی فرایند زبانی، توی شاکله حسی رفتاری که رفتارش چنینه.